نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك إنك أنت العليم الحكيم. سوره مبارکه حجرات هست و مناسبت این سوره با سوره های گذشته قبلا هم گفته شد، ذکر شد که در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم دستور جهاد و دستور قتال با کفار بود. در سوره فتح بعد از جهاد مژده فتح هست و مژده پیروزی هست و بعد از پیروزی در سوره حجرات خدای عزوجل دستوراتی و قواعدی قوانینی برای نظم و نسق و آدابی که مسلمان ها بتونند در زندگیشون منظم تر باشند در این سوره مبارکه اون آداب بیان می شود. این سوره مشتمل بر دو بخش هست. بخش اول از اول سوره تا ان الله علیم خبیر 7 تا از آداب یا از قوانین و قواعدی که برای زندگی و نظم و نسق زندگی لازم هستن بیان می شود. در بخش دوم سوره از قالت الاعراب آمنا تا پایان سوره زجر و سرزنش هست برای منافقین و برای کسانی که همیشه سنگ اندازی می کردن در راه اسلام و مسلمین. 2 تا از این قوانین، از این 7 قوانین مربوط به امیر هست، مربوط به کسی است که در رأس هست، یا بگیم مربوط به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعضی از آداب هستند که باید مسلمان ها رعایت کنند. قانون اول و دستور اول اینه که در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش قدمی نکنید. یعنی چی پیش قدمی نکنید؟ یعنی مخالفت حرفیشون نباشه.
هرچی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید سمعا و طاعتا، روی حرف ایشون حرفی نباشد. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای مؤمنین شما پیش دستی پیش قدمی نکنید در محضر الله و رسول. ذکر نام الله عزوجل به این منظور آورده شده که مخالفت با دستور رسول مخالفت با دستور الله محسوب میشه. پیش قدمی کردن در مقابل حرف رسول این مخالفت کردن با حرف الله حساب میشه. اطاعت کردن و گوش دادن توجه کردن به سخن رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت و سمع گوش دادن به سخن الله عزوجل محسوب میشه. لذا پس مراد چیه؟ مراد اونطوری که مفسرین گفتن المراد النهی عن مخالفت الكتاب و السنه. خداوند ما را منع کرده که ما مخالفت کتاب و سنت نکنیم، نه مخالف دستور قرآن باشیم لا تقدموا بین یدی الله، و نه مخالف فرمان و دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و رسوله. واتقوا الله، این واتقوا الله را همیشه ما خدمت شما عرض می کنیم که این نسخه عمل است. اگر تقوا باشد بقیه مسائل حلند. کسی که از خدا بترسد اون مخالفت فرمان خدا نمی کند، مخالفت دستور رسول الله نخواهد کرد. پس اگر می خواهید که به این دستورات عامل و پایبند باشید پیشا پیش در وجود خودتون تقوا را احیا کنید، تقوا را زنده کنید. ان الله سمیع علیم، این نسخه تقوا است. انسان به این باور برسد که ان الله سمیع علیم، همه اقوال و سخنان مرا شنواست الله، از همه احوال و شرایط من آگاه است الله عزوجل، علم دارد، با خبر است. لذا اگر این دیدگاه باشد، این باور باشد ان الله سمیع علیم، اگر این باور باشد خب این باور چی چیزی را ایجاد میکنه؟ تقوا را درست میکنه، خدا ترسی را درست میکنه. چون که اون وقت قطعا من از خدا خواهم ترسید وقتی که بدونم که سمیع هست. پس بد و بیراه نمیگویم، فحاشی نمیکنم، دروغ نمیگویم، غیبت نمیکنم، بهتان نمیگویم. لذا هر چی که خدا راضی نباشه نمیگویم، چون سمیع هست. وقتی بدانم علیم هست، از همه حرکات و سکنات من با خبر است، لذا دست از پا خطا نمی کنم، نافرمانی نمی کنم، گناه و عصیان نمی کنم. پس ان الله سمیع علیم تقوا را چی می کند؟ ایجاد می کند. این نسخه به وجود آمدن تقواست. خب این دستور اول بود. هر وقتی که دستور الله است یا دستور رسول الله است شما پیش قدمی نکنید، یعنی مخالفت نکنید. گاهی در یک امری، در یک مسئله اتفاق میفته که دستور خدای عزوجل خونده میشه، گفته میشه، آیه تلاوت میشه، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم خوانده میشه. اونجا دیگه من و شما حق نداریم که بیاییم و شرایط شهرمون را، شرایط جو را، شرایط زندگی را، شرایط زمان را، مکان را، تقاضای قوم را، تقاضای زن و بچه را و دیگه نیازها را مطرح بکنیم. لذا بگیم این میطلبد ما برخلاف این کنیم، برعکس این بکنیم. همین مخالفت الله و رسول. لذا مخالفت الله و رسول را انسان در هیچ شرایطی داشته نباشد. دومین قانون، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای مؤمنان شما بلند نکنید صداهایتون را
بالای صدای رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که رسول الله سخن میگوید شما صدایتون را بلند نکنید. ولا تجهروا له بالقول، و از نظر قول سخن گفتن صدایتون را بالا نبرید. که جهر بعضکم لبعض، مثل بلند سخن گفتن بعضی شما نسبت به بعضی دیگه. شما وقتی که با هم هستید چگونه بلند صحبت میکنید؟ در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند سخن نگویید. اینجا دو چیز شدند. اولی بود که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدایتون را بالای صدای رسول الله صلی الله علیه وسلم و بلندتر از صدای رسول الله صلی الله علیه وسلم نداشته باشید. این در صورتی است که رسول الله داره سخن میگوید، آن حضرت داره صحبت میکند، دیگه تو صحبتش نپرید که صدای شما غالب بشه بر صدای ایشون، بلکه صدای شما اونجا باید ساکت بشه، خاموش بشه، از جانب شما هیچ صدایی نباشد. ولا تجهروا له بالقول، این در صورتی است که شما سخن بگویید و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سکوت داشته باشد، حرف شما را در گوش میکنه. در این صورت که شما صحبت میکنید لذا شما بلند صحبت نکنید. ادب را میطلبد در محضر رسول الله هم صدایتون چی باشد؟ پایین باشد. پس صورت اول صورت تصادم است، صورت عرض کنم که هر دو صدا هست، از یک طرف صدای رسول الله صدای شما، و صورت دوم صورتی است که فقط شما سخن میگوید رسول الله گوش میکنه. اینجا هم ادب را رعایت بکنه. ادب میطلبد که انسان در حضور بزرگ مردی بلند صحبت نکند. چنانچه علامه علوسی به همین شکلی که تفسیر کردم و عرض کردم تقسیم کرده، کأنه قیل لا ترفعوا اصواتکم فوق صوته اذا نطق و نطقتم. گویا اینگونه گفته شده که شما صدایتون را بالای صدای ایشون نکنید زمانی که هم رسول الله صحبت میکنه هم شما، یعنی با هم داری صحبت میکنید، لذا شما صدایتون را بالا نیارید. دومی ولا تجهروا له بالقول اذا سکت و تکلمتم، وقتی که ایشون ساکتند تو شما سخن میگویید هم لا تجهروا له بالقول، قول بلند شما نگویید، بلند حرف نزنید. که جهر بعضکم لبعض، مثل بلند سخن گفتن بعضی نسبت به بعضی این تفسیر را هم کردند که اینجا دو چیز هست. یکی اینه که وقتی که در مجلسی با رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستید، در اون مجلس به آواز بلند سخن نگویید، چه وقتی با ایشون داری صحبت میکنید چه وقتی شما دارید تنها صحبت میکنید. این یک صورت. دومی اینه که وقتی که پیغمبر را صدا میزنید و خطاب میکنید، خطاب ایشون مثل خطاب شما همدیگر را خطاب میکنید نباشه. شما همدیگر را وقتی که صدا میکنید زید، احمد، محمود، شما چطور با ساده بدون تعظیم بدون احترام شما همدیگر را صدا میکنید؟ وقتی که رسول الله را صدا میزنید شما یا محمد نگویید. عرض کردم خدمت شما که حتی الله عزوجل در قرآن یا محمد نفرموده، یا رسول الله فرموده، یا ایها الرسول فرموده، یا ایها النبی فرموده. لذا معنا پس این میشه، تفسیر مظهری نوشته یعنی لا ترفعوا اصواتکم عنده، در محضر رسول الله صدایتون را بلند نکنید. ولا تنادوه کما ینادی بعضکم بعضا، پیغمبر را هم ندا نکنید، صدا نزنید همان گونه که شما هم دیگر را صدا میزنید. به ان تخاطبوه به اسمه، مثلا با اسم صدا بزنید یا محمد بگویید، او کنیته یا مثلا ابو القاسم بگویید، نه.
بل یجب علیکم تبجیله و تعظیمه، بلکه بر شما لازم هست کلمات بگویید که در اون تعظیم رسول الله، احترام رسول الله و حرمت رسول الله حفظ بشه و مراعات ادبه، ادب رسول الله رعایت بشه و خفض الصوت بحضرته، و در حضور ایشون صدا هم پایین باشد، در حضور ایشون صدا هم پایین باشد و خطابه بالنبی و الرسول و نحی ذالک، خطابش وقتی که رسول الله را خطاب میکنید یا ایها النبی یا نبی الله یا رسول الله باشد. خب این دستورات نه تنها مخصوص حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم است، بلکه انسان هر وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم را خطاب می کند، مثلا ما وقتی که در مواجهه قبر شریف قرار بگیریم می رویم برای عرض صلات و سلام، اونجا هم باید این ادب را رعایت کنیم. اونجا اگر شما در هر چه صلات و سلام هایی که علماء ما نوشتند در هیچ یک نمی بینید بنویسند الصلاة و السلام علیک یا محمد، این هم خلاف ادب طبق این دستور قرآنی. ما وقتی که الله عزوجل نصیب من و شما کرد اونجا قرار گرفتیم طبق این دستور الصلاة و السلام علیک یا رسول الله، الصلاة و السلام علیک یا حبیب الله، الصلاة و السلام علیک یا رحمتا للعالمین و امثال این القابی که در این القاب تبجیل رسول الله باشد، تعظیم و احترام رسول الله باشد. دوم اونجا وقتی که در مواجهه قرار میگیریم عرض صلات و سلام میکنیم اونجا هم صدا بلند نباشه هر یکی سعی بکنه من بلند صدا بزنم، نه، اونجا هم نهایت تعظیم احترام. الله عزوجل توسط فرشتگانش صدای شما را، سلام شما را میرساند، شما نهایت تعظیم نهایت احترام را داشته باشید. الصلاة و السلام علیک یا رسول. لذا هر دو چیز باید رعایت بشه، هم کلماتی در صلات و سلام گفته بشه که باعث چی نباشد، باعث بی احترامی در نام گرفتن نباشد، هم صدا بلند نباشد. این یک مطلب شد. دومی مطلب خدمت شما عرض کردم که این آیات مخصوص رسول مکرم صلی الله علیه و سلم هستند و آدابی نسبت به ایشون، اما بسیاری از علماء ما معتقد هستند که این آداب از این آداب قیاس میکنند جاهای دیگه هم همچنین، یعنی جاهای دیگه که برای من شما احترام لازم هست اونجا هم ما چیکار بکنیم؟ این مسائل را رعایت بکنیم. مثلا وقتی که در محضر استاد هستیم، محضر شیخ و مرشدمون هستیم، یا محضر یک انسان بزرگ مثل پدر یا مثل عرض کنم کسی که در رأس قوم هست، کسی که خدمت میکند، خداوند به او جایگاهی داده، در محضر او این آداب رعایت بشه. یعنی وقتی که او سخن میگوید، مثلا بنده مثال پدر عرض میکنم یا استاد عرض میکنم، او سخن میگوید تو سخنش نپریم، وقتی که ما سخن میگوییم او ساکت هست، بلند بلند صحبت نکنیم، ادب را رعایت کنیم. وقتی که خطابش میکنیم صدایش میزنیم، با لقب صدایش بزنیم. مثلا پدر را با نام صدا نزنیم، اسمش را نبریم، بلکه بابا بگیم، والد صاحب بگیم، قبلگاه بگیم، هر قومی برای خودش اصطلاحاتی داره، بابا جان بگیم. هر چی که احترام و تبجیل اون را، تعظیم اون را حفظ میکند اون ذکر بکنیم. عالم بزرگواری هست، شیخ میگیم، ملا میگیم، مولانا میگیم، ماموستا میگیم، هر چی که عنوانی که در اون منطقه باعث تبجیل میشه به نام صدا نکنیم و آقای فلان نگیم. بعضی وقتا بعضی عزیزان فکر میکنم قصدن و عمدن هست، میخوان ما را ناراحت بکنند، اسم حضرت شیخ الاسلام آقای مثلا اسم مولانا را میبرند. خب اینا نمیدونن که این جزء آداب قرآنی هست. قرآن گفته بزرگتر را وقتی که نام میبرید با نام معمولیش، با نامی که
به هر حال الان با اون نام گفتن سبکه، نباید چی؟ ذکر بکنید. بنابراین الله عزوجل این دستورات را که بیان می فرماید اگر ما اینها را رعایت بکنیم تعظیم و احترام بزرگترها در قلب میاد، شفقت نسبت به کوچکترها و محبت ایجاد میشه. اینها دستوراتی هستند که یه جامعه بسیار منظم با محبت، با شفقت و با رعایت آداب و احترام خواهیم داشت. اون وقت ما زندگی من هم زندگی شیرینی خواهد بود، زندگی راحتی خواهد بود که اگر این دستورات الله عزوجل را ما رعایت بکنیم. لذا الله عزوجل فرموده شما بلند ایشون را خطاب نکنید، ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. سبحان الله، این علت ما قبل است تا اینکه اعمال شما برباد نشه. لئلا تحبط اعمالكم. بس اوقات انسان عملی انجام میده فکر میکنه عمل خوبیه، ولی به خاطر رعایت نکردن یک ادب این باعث میشه که عمل انسان تباه بشه، عمل انسان برباد بشه. آداب را رعایت کردن و آداب را دقت کردن بسیار عزیزان بسیار مهم است که یکی از سوره هایی که ما را نسبت به ادب تأکید کرده این سوره مبارکه هست. لذا الله عزوجل میفرماید شما اعمالتون برباد نشه و انتم لا تشعرون، در حالی که شما نمیدانید. گاهی انسان ندانسته عمل خودش را از دست میده. و باز الله تعالی ترغیب میده، ترغیب به خفض صوت، به پایین آمدن صدا. الله میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. خب صحابه بعد از اون چنان رعایت میکردند. بعضی صحابه که میدیدن صدایشون طبیعی بلنده اونا به محضر رسول الله نمی آمدن، میگفتن ما بیایم عرض کنم تون صدای ما بلنده یه چیزی بگیم بیادبی نشه. رسول الله دنبالشون میفرسته از بس که اینها میترسیدن. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بعد از این چنان صدایشون پایین بود که گاهی نیاز میشد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم از ایشون تکرار بخواد دوباره بگو چی گفتی. چنان ادب را رعایت میکردن. حال این آیه بعد از این که صحابه دستور را شنیدند، قانون را شنیدند و رعایت کردند، الله از اونها تعریف میفرماید. الله میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. بدون شک کسانی که پایین میگیرن صدایشون را در محضر رسول الله، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. این واقعا مقام و منزلت واقعی صحابه اینجا الله بیان فرموده. الله می فرماید این انسان ها کسانی هستند که الله دلهایشون را صیقل زده برای تقوا. امتحان در واقع همون امتحان و ابتلا را میگویند، ولی منظور اینجا این است که خداوند دلهایشون را از غل و غش، از آلودگی پاک فرموده و استعداد تقوا را در دلها ایجاد کرده. ببینید شما هر وقتی که بخواهید یه جایی را زیبا بکنید، یه جایی را مزین و آراسته بکنید، مثلا شما بخواهید این دیوار را خوب رنگ بزنید، قبل از این که رنگ بزنید و یک رنگ زیبا اونجا بزنید، شما قبلا این دیوار را صیقل میزنید، دیوار را سنباده به اصطلاح میکشید، خوب صاف و پاک بشه، آمادگی برای رنگ برداشتن داشته باشه، بعدا رنگ میزنید. لذا این دلها را الله عزوجل به همون تشبیه داده که ابتدا دلهایشون را الله از آلودگی پاک، طهر قلوبهم، دلهای اونها را الله عزوجل از آلودگی، از غل و غش، از بیادبی، بی‌حرمتی، از هر چیزی که نامناسب است الله پاک کرد. للتقوا، برای اینکه این دل ظرفی برای چی باشد؟ تقوا باشد. تقوا جایی میاد که چی؟ اونجا آلودگی نباشد. لذا ابتدا الله عزوجل این دلها را از آلودگی پاک فرمود.
لهم مغفرة و اجر عظیم. امتحن الله قلوبهم للتقوى. ببینید که بزرگان مفسران علماء لغت چی گفتن؟ قال الفراء اخلصها للتقوى. امام فراء که امام نحو است و امام لغت است میفرماید اخلصها للتقوى، این دلهای صحابه را خداوند برای تقوا خالص قرار داد، اخلصها للتقوى. وقال ابن عباس طهرهم من كل قبیح. امتحنه به معنی طهر، پاک کرد الله تعالی این دلها را از هر قبیح، از هر چیز زشت. وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى. الله دلهای اونها خوف خودش را و تقوا را نهاد و تقوای بذر تقوا را اونجا کاشت. لذا الله می فرماید اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. این افراد کسانی هستند که الله دلهایشون را صیقل زده، دلهایشون را پاک فرموده برای تقوا. لهم مغفرة و اجر عظیم. این امتحان الله قلوبهم للتقوى در دنیا بود. در آخرت لهم مغفرة و اجر عظیم، برای اینها مغفرت هست و اجر عظیم، پاداش بسیار بزرگی برای این اصحاب و یارانی که حرمت رسول الله را اینها حفظ میکنن. سبحان الله، احترامی که صحابه داشتند، محبتی که صحابه داشتند، این واقعا کتاب های سیرت صحابه مملو است. چه احترامی، چه ادبی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دارمی از تو کوچه، آن حضرت در داخل مسجد به کسانی که ایستاده بودن گفتن بنشینید، او همونجا بیرون همونجا نشست، تو کوچه نشست. آن حضرت چشمش افتاد گفت به شما نمیگم، شما بیا. یعنی اینقدر چی بود؟ اینقدر احترام بود تا اینکه سخن آن حضرت صلی الله علیه و سلم را میشنیدن فوراً اطاعت بود. صحابه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان حریص بودند بر اعمال آن حضرت. حتی عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وقتی که سفر میرفت به مکه مکرمه، در مسیر هر جا که رسول الله شتر را خوابانده بود همون جا میخواباند، هر جا که رسول الله 2 رکعت خوانده بود همون جا میخواند. کاملا اتباع، کاملا اقتداء، کاملا محبت. لذا الله همین را دوست دارد و همین را الله عزوجل تعریف میفرماید و بر اون مرتب میفرماید لهم مغفرة و اجر عظیم. اما کسانی که شما را ندا می کنند، صدا می زنند از پشت حجرات، اونها را الله عزوجل، بعضی اعرابی ها، بعضی دهاتی ها، بعضی گفتند که منظور این فرد، منظور از این آیه فردی بود به نام اقرع ابن حابس، اقرع ابن حابس تمیمی. بعضی گفتن بعضی دیگر از قبیله بنو تمیم بودند. اینها آمدند از بیرون حجرات رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای شما توضیح میدم که یک اتاقی بود و جلوی اتاق یک دالانی بود، به اصطلاح یک حالی و سالونی بود و اطرافش 4 دیواری بود. اینا از پشت 4 دیواری می آمدن صدا می زندن یا محمد اخرج الینا، بیا بیرون کار داریم. خب مردم روستا بودن، یا اینکه بعضی ها غرض و مرض داشتن مثل اقرع ابن حابس. الله عزوجل اینها را لا یعقل می فرماید، اینا عقل ندارن، جایگاه شما را نمی شناسن. الله می فرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، بدون شک کسانی که شما را ندا می کنند، شما را صدا می زنند از پشت حجرات، از پشت دیوار حجره ها، اکثرهم لا یعقلون، اکثر اینها نمیدونند جایگاه شما را، عزت و احترام شما را اینها نمیدونند. لذا اینها شما را اینطور صدا میزنند. ولو انهم صبروا، اگر اینها صبر میکردند، حتی تخرج الیهم، حتی که شما بیرون میشدید به سوی اونها، صبر میکردن، لکان خیرا لهم، برای اونها بهتر بود، ادب بود. والله غفور رحیم، این ترغیب توبه هست.
خدای عزوجل ترغیب میده توبه کنید، خدا میبخشه شما را. اگر تا به حال بی احترامی سر زده، الله عزوجل معاف میفرماید. اینجا کلمه حجرات آمد و این سوره هم به همین مناسبت اسم سوره سوره حجرات، چون که ذکر حجرها آمده. این حجرهای ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. حجرات جمع حجره هست. حجره هر یکی از ازواج مطهرات یک اتاقکی داشت. همون اتاقک ما میگیم اتاقک، آلونک، اونا میگه حجره. هر یکی اتاقکی داشت که این اتاقکش همونطور که عرض کردم خدمت شما شامل یک اتاق خواب بود و جلوی اتاق خواب یک حال مانندی بود، یک سالن مانندی بود که اون هم از این اتاقک بیشتر نبود. این اتاق خوابی که گفتم، بعضی گفتند که 7 ذراع بود طولش، بعضی گفتن بیشتر، گفتن 7 ذراع تقریبا 3.5 متر میشه. یعنی 3.5 متر در 4 متر یا در 3.5 متر یا در 5 متر، حدودا بین 10-12 متر بیشتر نبود کل حجره، با یک سالونی که اون هم به همین اندازه بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صورت ردیفی برای همه همسران پاک خودش یک از این حجره ها بسته بود و اونها را در اختیارشون، در ملکشون قرار داده بود. یکی از این حجره ها حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که امروزه مدفن رسول الله و 2 یار پاکشون هست. جایی که الان قبر شریف هست، این حجره ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها است. و در کنار این ایشون حجره بقیه ازواج بود. حجره حضرت حفصه بود، ام سلمه بود، و حضرت جویریه بود، زینب بود. همه حجره ها ردیف بود، حجره های ازواج مطهرات. و اینها را خدمت شما عرض کردم که آن حضرت صلی الله علیه وسلم ساخته بودند، درست کرده بودند، ملکن به همین ازواج داده بودند. و بعد از آن حضرت صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات تو همین ها زندگی می کردند تا آخری که اینها حیات داشتند، در همین ها زندگی می کردند. فقط ام المؤمنین عایشه بعد از اینکه رسول الله وفات کردند همونجا دفنشون کردند، چون که دستور همین بود که هر پیامبری هر جا به ملاقات الله بره همونجا دفن میشه. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در همون مکان دفن کردند و بعد از اون به اندازه 2 قبر دیگه جا بود که یکی را برای پدرشون را دفن کردند، سومی را برای خودشون گذاشتند که بعد از اینکه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ضربه خوردند، قبل از شهادت برای ایشون پیغام دادند که اگر اجازه بدی من در کنار اون 2 تا همراه هم باشم. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها با یک عبارتی که بسیار احساساتی بود گفت اونجا را برای خودم داشتم، اما در طول زندگی شما همراهشون بودید، لذا شما را ترجیح میدم به خودم. اون مکان را به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بخشیدن و بعد از اون خود ام المؤمنین در بقیع دفن شدن. این حجره ها خدمت شما عرض کنم بغیر از این یک حجره، بقیه حجره ها تا زمان یکی از خلفای اموی تا اون زمان بودن، اما این زمان وقتی که خواستند که مسجد النبی را توسعه بدند، نیاز شد که این حجره ها جزء مسجد النبی قرار بگیرند و اینها تمام آثار بجامانده از رسول الله همین ها بودند. هر وقت صحابه اینها را می دیدن به یاد رسول الله می افتادند و روزی که این حجره ها را خراب کردند و جز مسجد اضافه کردند، تو تاریخ نوشته که در مدینه طیبه غوغا شد، چنان آه و فغان و گریه بود که می گفتی گویا امروز رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کردند. چنان مردم پریشان شدند که این حجره ها برای همیشه دیگه از مدینه طیبه اینها برداشته شد و جزء مسجد النبی قرار گرفت. لذا الله عزوجل ذکر اون حجره ها را در قرآن آورده و سوره به نام اون حجره ها. معلوم میشه که الله عزوجل هم این مکان و این جایگاه را الله عزوجل هم دوست دارد، هم که جزء مسجد پیغمبرش گذاشت و هم تا قیامت ذکر این حجره ها در قرآن مجید به عنوان یک سوره ذکر اون حجره ها زنده هست. الله عزوجل می فرماید
ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، اینا صبر میکردن که شما بیرون میآمدید بهتر بود برای آنها. والله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است، ترغیب به توبه هست. اینها را الله تعالی ترغیب میده که شما برگردید توبه کنید. بعد از این قانون سوم، عرض کردم 7 قانون هستند و 7 دستورالعمل زندگی هستند. سومی اینه، الله میفرماید هرگاه یک انسان فاسقی، کسی که خبرش اعتباری نداره، فاسق اون را میگن که شهادتش و خبرش اعتباری نداره، انسان فاسقی میاد و برای شما خبری میاره، شما در رابطه با اون خبر تحقیق کنید، از خود اقدام نکنید. شما اگر بررسی بفرمایید اکثر نزاعها و اختلافات و جنجال هایی که در میان مردم، در میان برادران، در میان زن و شوهر، در میان برادر و برادر، در میان طایفه، قوم، قبیله، علما، غیر علما انجام میگیره، به دلیل اینه که خیلی از حرفها را تحقیق نمی کنند، دلهایشون مکدر میشه، فلانی در حق من چنین چیزی گفته، بدون اینکه تحقیق بکنه، بررسی بکنه. لذا این یکی از اصول هست، یکی از اصل الاصول هست که باید هر مسلمان در زندگی خودش داشته باشه. اون وقت از کنم نسبت به هم دیگه بدبینی ایجاد نمیشه، اختلاف ایجاد نمیشه. همین دیشب یکی گزارش آورد که یک جای مجموعی از مسئولین رده بالا هستند، با هم کار میکنند. یک آدمی که سخنچین هست، خدا پناه بده، عادت بدی دارد، این آدم بین اینها هی دو به هم زنی کرده، تا آخر این مجموعه همه با هم گریبانگیر شدن. آخر یک بنده خدایی چیکار میکنه؟ صداها را ضبط میکنه که مشخص میشه این بنده خدا اونجا چی میگه، اینجا میاد چی میگه، تا آخر متوجه شدن. لذا اکثر اختلافات هم به دلیل همین میشه که کسی به ما حرفی میرسونه، ما بررسی نمی کنیم، تحقیق نمی کنیم، فوراً چی میکنیم؟ اقدام میکنیم. الله عزوجل در این دستور همینو میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک فاسقی خبری آورد، فتبینوا، شما بررسی کنید، تحقیق کنید. چرا؟ ان تصیبوا قوما بجهاله، ای لئلا تصیبوا قوم، تا اینکه شما به یک قومی آسیب نرسانید، اصابت نکنید، نزنید قومی را از روی نادانی، بزنید که چرا اینطور به من گفتی، بعدا متوجه شی بیچاره نگفته، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، شما بگردید بر آنچه که شما انجام دادید پشیمان. گاهی میشه کسی مثلا کسی را به عنوان قاتل یکی از عزیزان ما معرفی میکنند، ما اول میکشیم، بعد تحقیق میکنیم، میبینیم اون بیچاره نبوده، بدون به ناحق کشته شده، بدون تحقیق اقدام شده. کسی را اول میزنه، آبروش را میبره، بعدا پشیمان میشه. پشیمانی بعدی چه فایده داره؟ لذا شما باید اول چیکار بکنید؟ بررسی بکنید، بعد شما اقدام بکنید. درباره این آیه هم یک شأن نزولی تو کتاب ها نوشتند، خیلی از مفسرین نقل کردند که اگر تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم، شاید این شأن نزول واقعیت داشته نباشه. اون اینه که میگویند که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میخواستن که از قبیله بنی مستلق از اونها زکات بگیرند. رئیسشون حارث ابن زرار خزاعی بود. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفتند که چون اون قوم تمام مسلمان شده بود، گفتند در زمان زکات ما میفرستیم زکات اموالتون را جمع بکنید. اون زمان بیت المال جمع میکردند و نیازی بیت المال داشت برای جهاد، برای کارهای فرهنگی مصرف میشد. لذا اونها بی صبرانه منتظر بودند که نماینده پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برسد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فردی را به نام ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنه که یکی از اصحاب است، در این روایت میاد که ولید را آن حضرت
تعیین کردند که ولید بره و زکات اموال اونها را جمع‌آوری بکنه. زمانی که ولید رفت، در بعضی از همین نوع روایت ها، البته این روایت به صورت های مختلفی آمده که یکی از دلایلی که بعضی از بزرگان این روایت را قبول ندارند همینه، ولی بنده این روایت را نقل میکنم چون در بسیاری از کتاب ها نوشته شده، از تفاسیر، شما مطلع بشید و بعدا اونجا که تحقیق است عرض میکنم. ولید در بعضی روایت هاست که ولید در زمان جاهلیت با این بنی مستلق یا با بنو خزاعه با اینها مشکل داشت، دشمنی داشت، عداوت دیرینه داشت. ولید وقتی که رفت، اونها از قبل خبر نداشتن که ولید آمده، تاریخ همون تاریخ بود، اونها از قبل آماده باش بودن که نماینده رسول الله میاد و زکات را تحویل میدن. وقتی که از دور دیدن که سواری دارن به سوی اونها میآید، اونها هم دیگر را خبر دادند و همه جمع شدند بیرون روستا. وقتی که همه جمع شدند، ولید که جمعیتشون را دید، ولید احساس خطر کرد، گفت مبادا اینها همون مشکلی که با من دارم به من ضرری برسانند. از همون جا برگشت. ولید اینطور احساس کرد و اینطور برداشت کرد که اینها بر علیه من آمدند و فکر نکرد که اینها به استقبال من آمدند. لذا خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفتند و گفتند که اونها مرا میخواستند از پای در بیارن، مرا میخواستند بزنن، من فرار کردم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ناراحت شد که اینا به جایی که زکات مالشون را بدن، اینها آمدند که نماینده ما را بکشن. لذا گروهی به امارت فرماندهی حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه فرستادند و فرمود شما برید اول بررسی بکنید و اگر واقعیت بود اونها برگشته بودن با اونها بجنگید و با اونها جهاد کنید و اگر نه غیر این بود. وقتی که برای بررسی رفتن، بازم روایت ها متفاوته. در بعضی روایت ها هست که خالد داشت میرفت، اونا وقتی دیدن نماینده پیامبر برگشت و پیسوی اونها نرفت، اونا تعجب کردن. آخر هرچی که داشتن، مالی، گوسفندی، شتری، هرچی داشتن، اونا خودشون داشتن می آوردن. در مسیر خالد با اونها برخورد کرد. خالد گفت شما کجا میری؟ گفتن که نماینده آمد و برگشت، ما آمدیم که اینا را خودمون تحویل بدیم. در بعضی روایت هست که خالد رضی الله عنه اونجا رفت، روستاشون به هر حال اونا گفتن نه خیر، اصلا چنین چیزی نیست. لذا تحقیق کردن. بعضی از همراهان و یاران آن حضرت که احساساتی بودن، همون ابتدا گفت یا رسول الله حمله بکنیم، بزنیم. آن حضرت فرمود شما صبر کنید، بررسی میکنیم. خلاصه از اینجا معلوم میشه که هر کسی که خبری برای ما آورد نباید باور کنیم. اما این روایت که بنده عرض کردم، این روایت محققی نیست. به چه دلیل؟ اولا از این روایت بعضی که با صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکل دارند میگویند ببین قرآن گفته ان جاءکم فاسق، به صحابی فاسق گفته شده. لذا میخوان بگن که صحابه فاسق هم دارند، در حالی که ما اهل سنت اعتقاد داریم. یکی از مسائل اعتقادی ما در تمام کتاب‌های عقیده هست که الصحابه كلهم عدول، صحابه همه عادلند. عادل به این معنی که فاسق نیستند، عادل به این معنی نیست که معصومند، از اونها گناهی اشتباهی سر زده، ولی خدای عزوجل اونها را معاف کرده. چندین بار اعلام عفو نسبت به اونها شده. صبح ما در سوره آل عمران خواندیم که نسبت به اصحابی که در جنگ احد خطایی کردند، الله تعالی 2 بار اعلام عفو کرد. بار سوم فرمود که شما ای پیامبر من هم عفوشون کن، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. لذا ما معتقدیم که صحابه اگر اشتباهی کردند معصوم نبودند، اشتباه کردند. اگر اشتباهی کردند خدای عزوجل اشتباهات اونها را عفو کرده در همین دنیا. خدا با گناه اونها را به اون دنیا نبرده، در همین دنیا اونها پاک شدند و عفو شدند. چون در قرآن چندین بار
از اونها اعلام چی شده؟ رضای شده از کلشان. و لذا کسی اگر بخواد از این واقعه ثابت بکنه فسق را یعنی غیر عدالت را، این عادلانه نیست، این انصاف نیست، این با تمام نصوصی که بنده دارم اشاره میکنم با همه مخالف است. خب پس اصل واقعیت چیه؟ ما میگم بالفرض والمحال، اصل این واقعیت درست نیست. بالفرض والمحال اگر این واقعیت درست باشه، گناهی که نکرد، گناهی نکرد، بلکه ایشون وقتی که رفت اونجا فکر کرد که چی؟ فکر کرد که اینها دارند به طرف من میاند. خب دروغی که نگفت، فکر کرد، بدگمان بود. لذا این فکر کردن دروغ عمدی نبود، بلکه سوء ظنش بود، سوء تفاهم بود. خیلی وقتا میاد برای انسان از یک حرکت سوء تفاهم پیش بیاد، کسی نسبت به ما احترام میذاره، ما فکر میکنیم به ما بی احترامی کرد، یا برعکس بعضی به احترامی میکنه و فکر میکنه احترام میذاره. لذا چنین سوء تفاهمی براش پیش آمد. این کار عمدی نبود که ما بگیم گناه، فاسق شده. خب قرآن که گفته فاسق، قرآن یک اصل کلی گفته، لازم نیست که این صحابی را گفته باشه. قرآن مجید یک دستورالعمل کلی که هر وقتی که در هر قضیه یک انسان فاسق آمد، حتی اگر فاسق آمد، شما چیکار بکنید؟ شما اول بررسی بکنید، بعد اقدام بکنید. لذا همونطوری که مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله فرموده، لازم نیست از کلمه فاسق ما بگیم حتما صحابی فاسق بوده، بلکه قانون کلی هست که لازم نیست که صحابی را خدای عزوجل گفته باشه. دوم، حضرت مفتی محمد تقی حفظه الله، مولانا مفتی محمد تقی، ایشون در تفسیری دارن، تفسیر آسان، تو اون نوشته روایت از ابن جریر آورده. ایشون که شاید چون در اون روایت هست، ایشون زمانی که میرفت شیطان و ابلیس به شکل انسانی آمد و گفت که اونها دارن بر علیه شما توطئه میکنه، شما رو میخوان بزنند. لذا از اینجا برگشت. خب اینجا که قرآن اگر فاسق گفته، به همون شیطان گفته شده، به همون کسی که به این صحابی خبر داد، به اون فاسق گفته. چرا شما سعی میکنید چه هیزم تری صحابه به شما فروختند؟ کسانی که سعی میکنید فسق صحابه را ثابت بکنید، از اینجا میخواید بگید که این صحابی چی؟ فاسق بوده، العیاذ بالله. و سوم، اونچه که تحقیق شیخ ماست و تحقیق استاد ماست، هم حضرت علامه جاجروی و هم تحقیق مولانا حسین علی رحمه الله، اون اینه که در اکثر تفاسیری که این داستان ولید ابن عقبه نوشته، این روایت گرچه از بعضی روایت ها گرفته شده، اما این روایت منقطع است، روایت درستی نیست. این روایت صاحب کتاب العواصم هم نوشته که اکثر روایت ها درباره ولید ابن مغیره، ولید ابن عقبه چی هستند؟ روایت های منقطعی هستند، روایت های درستی نیستند، هم منقطع هم اضطراب تو روایت ها، هر روایت یک چیزی نوشته. لذا از اینجا معلوم، گرچه مفسرین بزرگوار نقل کردن، اما معلوم میشه این روایت زیاد عمیقی و روایت درستی نیست. و چرا حضرت شیخ رحمه الله میفرمود این روایت قابل قبول نیست؟ چون یک روایت دیگری هست که در اون روایت اینطور میاد. ببینید ولید ابن عقبه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین سنی نداشته که رسول الله ایشون را به جایی بفرستد. ولید اینطور که معلوم میشه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بچه‌ای بود. در زمان ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله عنهم که حضرت ابوبکر و عمر 12 سال خلافت داشتند، در زمان اینها هیچی. بعداً در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، چون از طرف مادر برادر سیدنا عثمان بود، در زمان سیدنا عثمان ایشون را در یک منطقه حضرت عثمان
به عنوان والی گذاشتند، به عنوان استاندار گذاشتند. این زمان نوجوان بود، این زمان جوان بود. لذا در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید سنی نداشت. خود ولید تعریف میکند. ببینید من روایتش را میخوانم قبل از اون فارسیش را بگم که ولید میگه زمانی که مکه مکرمه فتح شد، آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مسجد الحرام در مکه مکرمه تشریف آوردند. زنهای اهل مکه بچه های خردسالشون را می آوردند خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر دعای برکت. آن حضرت صلی الله علیه وسلم روی این بچه ها دست می کشیدند و دعای برکت می کردند. میگه منم بچه بودم این زمان، نگفت چند سال داشتم، سن داشتم، ولی بچه‌ای که مادرم من آورد. شما تصور بکنید بچه‌ای که مادرش دستش را بگیره، یا 7 ساله یا 8 ساله یا 9 ساله یا 10 ساله. لذا مادرم من آورد و بر سر من دست نکشید رسول الله صلی الله علیه وسلم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مادرم سرم را روغن زده بود، خلوق میگویند، روغن زده بود و آن حضرت صلی الله علیه وسلم به خاطر همین خلوق دست نکشید، همینطور برای من دعای برکت کرد. روایت را میخوانم، میگه که عن الولید ابن عقبه لما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه، زمانی که رسول الله مکه را فتح کردند، جعل اهل مکه یأتونه بصبیانهم، اهل مکه خدمت ایشون بچه هایشون را می آوردند. فیمسح على رؤوسهم و یدعو لهم، رسول الله بر سرهایشون دست می کشید و برای آنها دعای خیر می کرد. فجیء بی الیه، من آوردند خدمت آن حضرت، و انی مطیب بالخلوق، خلوق یک نوع چربی هست که خوشبویی هم دارد، لذا خوشبویی خلوق به من زده بودند سرم را. ولم یمسح علی رأسی، سر من را آن حضرت صلی الله علیه وسلم دست نکشیدند. ولم یمنعه من ذلك، چیزی دیگه باعث نشد الا ان امی خلقتنی، مگر به خاطر اینکه مادر من خلوق زده بود. فلم یمسنی من اجل الخلوق، بر سر من دست نکشی به خاطر خلوق. این روایت در مسند امام احمد بن حنبل هست و در سنن ابو داود هست. خب وقتی که صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش میگه من در این زمان بچه‌ای بودم، چند سال بعد از فتح مکه رسول الله حیات داشتند؟ 2 سال. 2 سال بعد از اون رسول الله وفات کردند. پس کی رسول الله ولید را فرستاد؟ ولید چه سنی داشت؟ بعد اونم ولید در زمان جاهلیت با اونها عداوت داشت. در زمان جاهلیت این بنده خدا اصلا متولد نشده، لذا معلوم میشه که اون روایت اساسی ندارد، اصلی ندارد. بنابراین هر کس که از اینجا میخواد اثبات بکنه العیاذ بالله فسق صحابه را، اون خودش قلبش مریضه، اون با صحابه مشکل داره، و الا هدف قرآن مجید اصحاب رسول الله نیستند. یک قانون کلی را الله تعالی بیان فرموده. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، ای مؤمنین اگر پیش شما بیاید فاسقی به خبری، یعنی خبری بیاورد، فتبینوا، اول بررسی کنید، ان تصیبوا قوما بجهاله، اینکه شما نرسید به قومی لئلا تصیبوا، یعنی اصابت نکنید، نزنید قومی را از روی جهالت. اگر این کار را بکنید فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، شما میگردید بر آنچه که شما انجام دادید پشیمان. واعلموا ان فیکم رسول الله، الله می فرماید بدانید در میان شما رسول خدا تشریف داره. صحابه چون بعضی احساساتی شدن گفتن یا رسول الله حمله کنیم، الله می فرماید که شما احساساتی نشید، شما بررسی بکنید. این پیامبر بزرگ خدا اگر از شما اطاعت بکند
خیلی جاها شما در مشقت واقع میشید، شما به زحمت میفتید. واعلموا ان فیکم رسول الله، بدانید در میان شما رسول خداست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر از شما اطاعت کند در بسیاری از امور، لعنتم، شما در عنت و مشقت واقع می شوید. پس هیچگاه در هیچ امری رأی خودتون را بر رسول الله تحمیل نکنید. شما نظر خودتون را بدید، بر رسول ما فشار نیاورید. خب الان صحابه که اصرار داشتند دلیلش چی بود؟ الله دلیلش را هم می فرماید. صحابه که گفتن یا رسول الله بجنگیم، چون در دل صحابه الله میگه حب ایمان بود و نسبت به کفر تنفر بود، به این خاطر احساساتی بودند. الله اینجا تعریف میفرماید که در قلب شما الله عزوجل حب ایمان را گذاشته بود و در قلب شما نفرت و کراهت نسبت به کفر الله گذاشته، ولی شما با تدبیر با متانت رای بدید. الله می فرماید ولكن الله حبب الیکم الایمان، اما الله عزوجل محبوب قرار داد به سوی شما ایمان را. محبوب ترین چیز از نظر شما ایمان است. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، الله نفرت ایجاد کرد برای شما نسبت به کفر و فسق و عصیان. فسوق را بعضی گفتن گناه کبیره، عصیان را گفتن گناه صغیره. لذا الله نسبت به کفر و تمام گناهان بزرگ و کوچک در دل شما چی ایجاد کرد؟ نفرت ایجاد کرد، کراهت ایجاد کرد. اولئک هم الراشدون، این فضیلت مکملین است. کسانی که این دو چیز را داشته باشند، هم نسبت به کفر تنفر داشته باشند، نسبت به گناه تنفر داشته باشند و نسبت به ایمان و تقوا چی داشته باشند؟ محبت و عشق داشته باشند. اولئک هم الراشدون، اینها راشدونند. راشد یعنی هدایت یافتگان. این کلمه هم در حق اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکار برده شده. ضمن اینکه در آیه گذشته الله عزوجل تذکر دادن، سرزنش فرمودن، اما بعدا می فرماید که این احساسات شما به خاطر محبت ایمان است و این احساسات شما به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه از کفر تنفر دارید هست. پس اینه که جایگاهی که برای صحابه هست، این جایگاه را هیچ کسی نمیتونه داشته باشه. چرا ما اینقدر نسبت به اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حساسیم و عکس العمل نشان میدهیم؟ روی تعصب خشک خالی نیست، بلکه اگر صحابه را کسانی بیان مجروح بکنند، اگر بر صحابه خورده بگیرند، بر صحابه ایراد بگیرند، ما هر چی که داریم سرمایه دینی از طریق صحابه به دست ما رسیده. همین قرآن را الله از طریق صحابه به ما داده. ما خود ما رسول الله را ندیدیم. رسول الله شاگردانی تربیت کرد، این شاگردان که اصحاب و یاران باشند، اینها نسل بعدی را تربیت کردند، نسل بعدی به نسل بعدی منتقل کردند. لذا امروز به ما منتقل شده دین با تمام، عرض کنم که تمام مکملاتش، با قرآن و حدیث و احکام و قواعد و ضوابط و هر چی که هست، اینا تمام از طریق صحابه. الان صحابه اگر عادل نباشند، صحابه اگر مخدوش باشند، علیاذ بالله صحابه اگر فاسق باشند، دینی و قرآنی که از طریق فاسقها به دست ما رسیده اون چه اعتباری دارد؟ بنابراین الصحابه كلهم عدول. قرآن مجید که اگر یک جای صحابی لغزشی کرده، بار بار رب اعلام میکنه من گذشت کردم، من عفو کردم. در جای جای میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه. لذا معلوم میشه که صحابه از این دنیا رفتند محفوظ رفتند. ما معتقدیم معصوم نیستند، محفوظ هستند. یعنی الله اونها را از گناه حفظ کرد. اگر گناهی کردند الله اونها را بخشید.
بنابراین ما معتقدیم که تمام امت و حسنات و درجات تمام امت جمع بشه، با یک صحابی هم برابری نمی کند. عرض کنم خدمت شما که غالبا از سعید ابن زید روایتی هست که آیا سعید ابن زید هست یا از یک کسی دیگر از تابعین پرسیدند در رابطه با عمر ابن عبدالعزیز، در رابطه با عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز شما میدونید یکی از خلفاء صالح است که مدت کمی که حکومت کردند و خلافت داشتند، خلافت ایشون عیناً به نهج خلافت خلفای راشدین است. هیچ کس نتونسته روی زهدیشون، روی تقوایشون، روی عدالتیشون، روی عرض کنم که تمام مسائل حکومتیشان کوچکترین ایرادی بگیرند. عمر ثانی بیشون میگن. اما خب ایشون از صحابه نبودند، انسان بسیار بزرگ مرد، هیچ کسی نیست که از ایشون تعریف نکنه از ورع و تقوا و زهد و خدا ترسی و عدالت. اما از طرفی معاویه رضی الله تعالی عنه چی بود؟ معاویه رضی الله تعالی عنه صحابی رسول الله بود. اما معاویه در زندگیش با توجه به اینکه 40 سال 20 سال به عنوان چی بود؟ 20 سال به عنوان استاندار و والی شام بود و 20 سال دیگه به عنوان خلیفه بود. 40 سال الله عزوجل به یک انسانی قدرت بده، قطعا یک سری زلاتی، لغزشاتی، اشتباهاتی از ایشون خواهد بود. چنانچه در جریانی که بین ایشون و بین سیدنا علی کرم الله وجهه بود، ما اهل سنت معتقدیم که علی علی الحق بود، بر اجتهاد درست بود و معاویه رضی الله تعالی عنه بر اجتهاد خطا بود. حتی ما این عقیده را داریم. اشتباهاتی در زندگی خودشون هم داشتن، اما وقتی که پرسیدن که آیا عمر ابن عبدالعزیز بهتر است یا معاویه، ایشون چه جوابی دادن؟ گفت که سوگند به خدا که اون غبار اسب صحابی رسول الله، غبار اسب صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم که بر اثر این که بر اون اسب سوار بوده و در اون جنگ ها در کنار رسول الله و هم رکاب رسول الله بوده، اون غبار اسب را با تمام نیکی های یک فردی از افراد عادی امت بیایید شما مقایسه بکنید، ولو اینکه این فرد به اندازه عمر نوح عمر کرده باشه، باز هم به اندازه اون غبار این فضیلت نداره، چه برسه بقیه فضائلش. لذا این جمله هست که والله لمشهد رجل منهم مع النبی صلی الله علیه وسلم، سوگند به خدا که حاضر شدن یک مرد از اونها همراه با رسول الله صلی الله علیه وسلم که یغبر فیه وجهه، که در اون همراهی چهرهش غبارآلود شده، خیر من عمل احدکم، بهتر است از عمل یکی از شما، ولو عمر عمر نوح، گرچه به اندازه عمر نوح عمر داشته باشد. بعد فرمودن ان الحسنات یذهبن السیئات، این آیه را خواندن که اگر اونها یک اشتباهی داشتن، خطایی در زندگی خودشون داشتن، این همه حسنات، این همه نیکی، این همه خدمت که برای اسلام عزیز و برای دین انجام دادند، اینها همه اون یکی را از بین برده. لذا صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم یک جایگاه ممتازی دارند. از آیات قرآن هم میفهمیم اینجا خداوند توبیخ میکند اونها را که شما چرا احساساتی برخورد میکنید، پیغمبر ما را مشوره میده یلا حمله کنیم، باز الله خودش بیان میفرماید، ببین مرهم میگذارد الله، اینطور معلوم میشه. الله میفرماید این احساسات شما از روی این است که در دل شما حب ایمان موج میزند و در دل شما نسبت به کفر و فسق و عصیان تنفر وجود دارد، لذا شما راشدون هستید، شما هدایت یافتگان هستید. فضلا من الله و نعمه، این فضلی است از جانب الله و نعمتی است که الله عزوجل به شما عنایت کرده و به شما بخشیده. والله علیم حکیم، الله تعالی علیم هست و
الله تعالی از همه مصالح خبر دارد. ایمان را که در دل صحابه گذاشته هم الله علیم است. الله میدوند محل این ایمان کجاست. ابو جهل را که سردار بود محروم کرد، ابو لهب محروم شد، عتبه و شیبه تمام پولداران و سرمایداران و زیبارویان مکه اینها بودند، اینا محروم شدند. اما این قلبها را رب انتخاب کرد، این دلها را الله عزوجل گلچین کرد، چون الله میداند ان الله والله علیم، الله علیم هست، داناست و حکیم هست، هر کاری میکند از روی حکمت هست. لذا کارهای الهی مملو از حکمت و پر از حکمت و خیر هستند. این سومین قانون بود که هرگاه کسی خبری آورد بررسی کنید، اقدام فوری نکنید. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان